سلام، خسته نباشید. آموزش سیو کردن و ریختن لیست کانال داخل خود ریسیور استارست. میتونید شما لیست کانالایی که داخل ریسیور دارید و توی ریسیور ذخیره کنید تا روزی اگه پاک شد دوباره اونو بتونید انتقال بدید به ریسیور. منو رو میزنید. این آموزش اختصاصی برای کاربران سایت 100 HD و جیشر داره. به ویرایش کانال ها میرید. گزینه آخر لیست کانال کاربر روش اوکی. ذخیره ای داده. اگه این ذخیره رو بزنید و بله، لیست کانال ها داخل ریسیور ذخیره میشه و اگر روزی پاک شد یا ریست فکتوری کردید به گزینه دوم بار داده ها میرید و گزینه بله رو میزنید و لیست داخل خود ریسیور ذخیره شده انتقال داده میشه به خود ریسیور. موفق باشید.